نیویورک. یه زندگی آروم، یه زن موفق، یه مرد فداکار. اما پشت این ظاهر بی‌نقص راز تاریکی پنهان شده بود. شیلا دولو زنی بود که زندگی دوگانه‌ای داشت. در ظاهر یه زن موفق و باهوش بود، اما در باطن پر از رازهای تاریک. اون با همسرش پل کریستوس زندگی میکرد، اما دلش جای دیگه‌ای بود. شیلا به همکارش نلسون سسلر علاقه‌مند شده بود، اما نلسون هم با زنی به نام آنالیزا ریموندو تو رابطه بود. این مثلث عشقی کم کم به کابوسی مرگبار تبدیل شد. شیلا دولو متولد 1969 در ایران. اون تو خانواده بسیار مرفه متولد شد و تو سنین کودکی همراه با خانواده‌اش به ایالات متحده مهاجرت کرد. اون دختری باهوش و جاه طلب بود که تو خانواده سختگیر و سنتی زندگی میکرد و برادری داشت که به بیماری اسکیزوفرنی مبتلا بود. خانواده شیلا به اون خیلی سخت میگرفتن و اون اجازه هر کاری و یا رفت آمد با هر کسی رو نداشت و به همین دلیل مدام با خانواده‌اش در تنش بود. در نهایت شیلا به گفته خودش مجبور به ازدواجی سنتی با مردی به نام فرید موسوی شد که اصلا رابطه خوبی هم با هم نداشتن. اما بعدها خانواده شیلا این موضوع رو تکذیب کردن و گفتن که این ازدواج کاملا به خواست خود شیلا انجام شده و هیچ اجباری از سمت اونها وجود نداشته. اون تحصیلاتش رو تو رشته بیوشیمی تو دانشگاه نیویورک به پایان رسوند و تو دوران تحصیل با پل کریستوس آشنا شد. اما به پل نگفته بود که ازدواج کرده و از طرفی به فرید هم نگفته بود که با پل قرار میذاره. بعد از مدتی طولانی فرید متوجه رفتارهای مشکوک شیلا شد و فهمید که شیلا با پل قرار میذاره. فرید با پل تماس گرفت و به اون گفت که متوجه رابطه پنهان اونها شده. پل که کاملا از این موضوع شوکه شده بود ماجرا رو به شیلا گفت و شیلا در پاسخ گفت که این موضوعی بوده که میخواسته به اون بگه اما مردد بوده. اون به پل گفت که اصلا رابطه خوبی با همسرش نداره و یه جورایی تو رابطه با اون داره عذاب میکشه. پل هم به اون پیشنهاد داد که خیلی راحت و به صورت قانونی طلاق بگیره. اما شیلا شرایط خانواده‌ش رو برای پل توضیح داد و گفت که این یه سنت شکنی به حساب میاد و موجب ناراحتی خانواده‌اش میشه. اما در نهایت شیلا و فرید با رضایت خانواده شیلا از هم طلاق گرفتن. بعد از اون تو سال 2000 شیلا با پل کریستوس ازدواج کرد. شیلا به عنوان محقق توی شرکت داروسازی به نام پوردو فارما کار میکرد و پل هم در زمینه تحقیقات پزشکی فعالیت میکرد. دوستان و اطرافیان اونها از اونها به عنوان یه زوج عاشق و موفق یاد میکردن. پل کریستوس همسر مهربون و فداکار شیلا تصور میکرد که زندگی مشترکشون عادی و بی‌دردسره، اما نمیدونست که عشقش به شیلا روزی اونو تا مرز مرگ میبره. شیلا فردی بسیار کمالگرا و مغرور بود و چیزی نمیتونست اونو راضی و قانع نگه داره و اون برای به دست آوردن اهدافش پا روی هر چیزی میذاشت. شیلا درست 1 سال بعد از ازدواجش با پل با مردی به نام نلسون سسلر وارد رابطه شد. نلسون سسلر همکار جذاب و محبوب شیلا تو شرکت داروسازی بود و اونا بیشتر پروژه ها رو با همکاری هم انجام میدادن و زمان زیادی رو با هم میگذروندن و همین باعث علاقه اونها نسبت به هم شد. نلسون مردی اجتماعی و خوش برخورد بود و تو رابطه جدی با زنی به نام آنالیزا ریموندو بود. آنالیزا ریموندو زن باهوش و موفقی بود که توی نیویورک به دنیا اومده بود و اصالتا فیلیپینی بود. آنالیزا توی همون شرکت کار میکرد و با شیلا و نلسون همکار بود. اون با نلسون تو رابطه بود و هیچ خصومت و دشمنی با کسی نداشت و همه از اون به عنوان زنی خوش اخلاق و مهربون یاد میکردن. اون همچنین نسبت به رابطهش با نلسون کاملا وفادار بود. آنا به دلیل ترفیع شغلی بیشتر وقتش رو تو شرکت دیگه‌ای میگذرون که با شرکت اصلی حدود 2 ساعت فاصله داشت و نلسون هم به همین دلیل نمیتونست که زمان زیادی رو با آنا بگذرونه و این فرصت خوبی برای رابطهش با شیلا بود. شیلا عاشق نلسون شده بود و پل هم از این موضوع بیخبر بود. نلسون هم از ازدواج شیلا و پل بیخبر بود و از طرفی شیلا هم از رابطه نلسون و آنالیزا خبر نداشت و آنالیزا هم از رابطه نلسون و شیلا بیخبر بود. در واقع نلسون هم فردی خیانتکار بود.
درست مثل شیلا. رابطه شیلا با نلسون روز به روز جدی‌تر می‌شد و با پل روز به روز سردتر. در همین نقطه شیلا تصمیم به اجرای نقشه‌های شومی که تو سرش داشت می‌کنه. روزی شیلا و پل تو خونه تنها بودن که شیلا از پل می‌خواد که با هم حرف بزنن. اون به پل میگه که میخواد برادرش رو به خونه بیاره و اون آمادگی دیدن فرد جدیدی رو تو خانواده نداره و ممکنه وضعیت بیماریش حادتر بشه و از پل میخواد که آخر هفته به هتل بره و تمام وسایلش رو هم با خودش ببره. در واقع میخواد که هیچ نشونه ای از پل تو خونه نباشه و پل هم بدون هیچ شک و شبهه‌ای این درخواست رو قبول میکنه و حالا خونه برای ورود نلسون آماده است. این روند بارها و بارها ادامه پیدا میکنه تا اینکه یک بار پل متوجه 2 لیوان خالی شراب روی میز میشه. اون از شیلا میخواد که این موضوع رو براش توضیح بده و شیلا هم با خونسردی کامل و کاملا عادی میگه که این طبیعیه که برادرش رو به نوشیدن شراب دعوت کنه. پل هم قبول میکنه و چیزی نمیگه. این ماجرا مدتها ادامه پیدا میکنه تا اینکه شیلا از رابطه نلسون و آنالیزا باخبر میشه. شیلا شدیداً ناراحت میشه و این موضوع رو به کسی نمیگه، حتی به خود نلسون، و تصمیم میگیره تا اطلاعاتی درباره آنالیزا به دست بیاره. اون متوجه میشه که آنا همکار اونا بوده. شیلا و آنا با اینکه همکار بودن اما تا حالا همدیگر رو ندیده بودن. شیلا با دسترسی به برنامه روزانه نلسون متوجه قرارهای نلسون با آنا میشه و از این طریق آدرس اونو پیدا میکنه. شیلا شروع به تعقیب کردن نلسون میکنه و مثل یه سایه به دنبال اون همه جا میرفته و سعی میکرده تا به صورت کاملا تصادفی و طبیعی نلسون متوجه حضور اون بشه. بعد از مدتی نلسون از این رفتارهای شیلا عصبانی میشه و رابطه‌شو با اون به پایان میرسونه و تصمیم میگیره تا رابطه‌شو با آنالیزا محکم‌تر کنه. در واقع بین شیلا و آنالیزا رو انتخاب میکنه. این موضوع برای شیلا غیر قابل هضم بود چون شیلا دیوانه‌وار عاشق نلسون بود. شیلا همچنان به تعقیب کردن و پیگیری نلسون ادامه میداد با اینکه رابطه اونها به پایان رسیده بود. اون مصمم بود تا آنا رو از این مثلث عشقی حذف کنه. اون به شدت درگیر این رابطه شده بود و وسواس بیمارگونه‌ای نسبت به سسلر پیدا کرده بود و مهمتر از اون در ذهنش نقشه‌ای برای حذف رقیبش آنالیزا میچید. نکته عجیب اینجاست که یکی از افرادی که درباره این ماجرای عاطفی با اون صحبت میکرد کسی نبود جز همسر خودش، یعنی پل کریستوس. پل تو دادگاه شهادت داد که شیلا هر روز درباره یه مثلث عشقی تو محل کارش با اون صحبت میکرد، اما برای پنهان کردن حقیقت اسامی رو تغییر داده بود. اون داستان خیالی درباره 3 همکارش به نامهای ملیسا، آنالیزا و جک رو برای پل تعریف میکرد. پل تو مصاحبه گفته بود که اون مدام از من میپرسید که چرا جک همچین کاری میکنه، چه فکری تو سرش داره و ملیسا باید چه واکنشی نشون بده. 8 نوامبر 2002 آنا و نلسون در کنار هم تو آپارتمان آنا از خواب بیدار شدن. نلسون بعد از خوردن صبحانه به سمت شرکت حرکت کرد و آنا هم در خونه مشغول به کار به صورت دورکاری شد. شیلا هم در تمام این مدت اونها رو زیر نظر داشت. شیلا به سمت خونه آنا رفت و زنگ خونه رو زد و از آنا خواست که وارد خونه بشه تا در مورد نلسون با هم حرف بزنن. آنا کاملا از این موضوع شوکه شده بود و شیلا رو به خونه راه میده و شیلا به محض ورود به سمت آنا حمله ور میشه و با ضربات چاقو صورت، گردن و سینه آنا رو مورد هدف قرار میده. یکی از ضربات چنان عمیق بود که تا پشت ریه اون نفوذ میکنه. علاوه بر این آنالیزا جراحت شدیدی بر اثر ضربات سنگین دمبل هم به سرش داشت. شیلا فوراً شروع به پاکسازی صحنه جرم میکنه و از خونه به بیرون فرار میکنه. اون با دیدن اولین تلفن همگانی تصمیم میگیره که به پلیس زنگ بزنه و گزارش جعلی از حمله یه مرد به خونه همسایه‌اش رو میده. Hello. Yes, hello. I think a guy is attacked my neighbor. You think someone attacked your neighbor? Yes, yes. I saw a guy go into her apartment. He was in there and he attacked her. I heard yelling. Hello?
اون خودش رو معرفی نمی‌کنه و بعد از توضیحات تماس رو قطع می‌کنه. اما اپراتور پلیس تماس رو پیگیری کرد و فهمید که این تماس از یه تلفن عمومی تو رستورانی نزدیک به محل وقوع جرم گرفته شده. وقتی که مامورای پلیس به آپارتمان آنالیزا ریموندو رسیدن، با صحنه هولناک مواجه شدند. کاپیتان ریچارد کانکلین از پلیس استنفورد در مسابقه گفت وقتی در رو باز کردن با یه صحنه جنایت وحشیانه و خونین روبرو شدن. ورودی آپارتمان کاملا غرق خون بود، وسایل روی زمین افتاده بود و خونه هم به هم ریخته بود. هیچ نشونه ای از ورود اجباری یا سرقت در خونه دیده نمیشد، اما پلیس میدونست که قاتل در این خونه اشتباهی مرتکب شده که ممکنه هویت اونو لو بده. کارگاه گرگوری هولت، بازپرس سابق پلیس استنفورد، توضیح داد در قتل‌هایی که با سلاح سرد انجام میشه معمولاً هنگام وارد کردن ضربه دست قاتل روی دسته چاقو سر میخوره و خودش رو میبره. پلیس تو سرویس بهداشتی لکه کوچیکی از خون پیدا کرد که به نظر میرسید قاتل بعد از جنایت برای شستن دستاش از اون استفاده کرده باشه. بعدها پل کریستوس شهادت داد که درست در همون زمان روی دست شیلا یه بریدگی عمیق دیده بود. اما وقتی از اون درباره بریدگی دستش پرسیده، شیلا بدون هیچ نگرانی گفته بوده موقع باز کردن کنسرو غذای سگ دستم برید. بعد از ظهر همون روز نلسون سسلر بعد از پایان کارش وارد آپارتمان شد بدون اینکه کوچکترین اطلاعی از اتفاق وحشتناکی که رخ داده بود داشته باشه. وقتی پلیس خبر قتل آنالیزا ریموندو رو به نلسون داد، واکنشی کاملا عادی نشون داد و خواست که بره و کمی استراحت کنه و همین واکنش آروم و کنترل شده سسلر باعث شد که مامورا به اون مشکوک بشن. نلسون سسلر رو برای بازجویی بردن، اما فردای اون روز پلیس استنفورد بعد از بررسی سوابق امنیتی شرکت پوردو فارما و بررسی دوربین‌ها اونو از لیست مظنونین پرونده خارج کردن، چون اون تو محل کارش بود، درست همون زمانی که این جنایت رخ داده بود. کاپیتان ریچارد کانکلین در این باره میگه اونها سیستم امنیتی بسیار پیشرفته‌ای دارن با دوربین‌های مداربسته قوی. ما تونستیم به وضوح ببینیم که سسلر چه ساعتی کارت ورودش رو زده. در همین حین پلیس همچنان به دنبال مردی میگشت که شیلا در تماس ساختگیش به پلیس از اون حرف زده بود. اما هرچه بیشتر جستجو می‌کردن، سرنخی کمتری پیدا می‌شد. در حالی که پلیس درگیر سرنخ‌های اشتباه و اطلاعات جعلی شده بود، شیلا دولو نقشه جدیدی تو سرش داشت. اون از مرگ ریموندو به عنوان فرصتی برای نزدیک شدن دوباره به سسلر استفاده کرد. اون خودش رو دلسوز و غمخوار نشون داد و در کنار سسلر موند و با اون ابراز همدردی کرد. طبق اسناد دادگاه تا ژانویه 2003 اونا دوباره با هم وارد رابطه شدن و این بار هم شیلا همون حقه قدیمی رو برای خلاصی از شوهرش به کار برد. داستانی درباره برادر بیمارش که نباید میفهمید اون ازدواج کرده. پل کریستوس باز هم با دستان خودش هر نشونه‌ای از حضورش تو خونه بود رو پاک کرد و شب رو تو خونه دوستاش یا خانواده‌اش و یا هتل گذرون. حالا که رقیب عشقیش از میان برداشته شده بود، شیلا قدم بعدی رو تو ذهنش مرور میکرد. خلاص شدن از همسرش یعنی پل کریستوس. 22 مارس 2003. در حالی که رابطه شیلا و پل از همیشه سردتر شده بود، شیلا یه پیشنهاد داد که برای ایجاد هیجان تو رابطه‌شون یه بازی عجیب تو اتاق خواب انجام بدن. قانون بازی این بود: یه نفر باید چشم و دستاش رو ببنده، در حالی که نفر دیگه اونو با اشیاء مختلف لمس میکنه. فردی که چشماش بسته است باید حدس بزنه که اون شی چیه. اونا شروع به بازی کردن. شیلا بازی رو شروع کرد و بعد نوبت به پل رسید که اشیا رو تشخیص بده. پل ابتدا اشیا رو درست تشخیص داد تا اینکه سنگینی عجیبی تو قفسه سینه‌اش احساس کرد. پل کریستوس بعداً تو دادگاه شهادت داد که وسط بازی صدای پای شیلا رو شنیده که با آشپزخونه رفته و بعد از چند دقیقه برگشته و گفته یه چیز دیگه مونده، آخرین چیزی که باید حدس بزنی. ناگهان احساس کرده که شیلا روی اون نشسته و بعد دردی وحشتناک تو تمام سینه‌اش پیچیده. ضربه اول، ضربه دوم. شیلا با یه چاقوی آشپزخونه
2 بار به سینه پل ضربه زده بود. پل که از شدت درد نیمه جون شده بود التماس کرد که براش آمبولانس خبر کنه، اما شیلا فقط تماشا میکرد و ابراز نگرانی میکرده و به پل میگفت دنبال کلید دستبند میگرده تا دست پل رو باز کنه و تظاهر میکرد که با اورژانس تماس گرفته، اما هیچ تماسی در کار نبود. اون منتظر بود تا همسرش از شدت خونریزی جون بده و به هدفش برسه. پل کریستوس هنوز زنده بود و دست از تلاش بر نداشت. شیلا هم به جای اینکه واقعا با اورژانس تماس بگیره، تلفنش را برداشت و شماره نلسون سسلر رو گرفت. اون خیلی عادی از نلسون دعوت کرد که همون شب برای شام به خونش بیاد. 1 ساعت بعد شیلا بالاخره قبول کرد که کریستوس رو به بیمارستان وستچستر ببره، اما حتی اونجا هم نقشش رو متوقف نکرد. تو پارکینگ بیمارستان در حالی که روی صندلی عقب نشسته بود، چاقو رو برای 3مین بار تو سینه پل فرو کرد. این بار تیغه چاقو به قلب کریستوس اصابت کرد، اما اون با آخرین رمق‌هاش موفق شد از دست شیلا فرار کنه. چند نفر از رهگذرا که این صحنه وحشتناک رو دیده بودن بلافاصله با پلیس تماس گرفتن. کریستوس زنده موند. بعد از یه جراحی سخت روی قلبش اون تونست از مرگ نجات پیدا کنه و این بار شیلا دولو دیگه راه فراری نداشت. اون به جرم اقدام به قتل همسرش بازداشت شد. موقع بازجویی پلیس چیزی درباره زنده بودن پل به شیلا نگفت و فقط اشاره کرد که اون وضعیت وخیمی داره تا بتونن حقیقت ماجرا رو از زبون شیلا بفهمن. شیلا هم شروع کرد به دروغ گفتن و در اینجا پلیس به شیلا گفت که پل زنده است و ماجرا رو تعریف کرده. کارآگاهان بخش وستچستر بعد از بررسی تماس‌های تلفنی شیلا تو روز حادثه متوجه شدن که اون درست در فاصله بین ضربات چاقو به همسرش با نلسون سسلر تماس گرفته. اونها برای بازجویی به استنفورد رفتن و وقتی فهمیدن دوست دختر قبلی سسلر به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیده، پرونده جدیدی پیش روشون باز شد. در همکاری با پلیس استنفورد ارتباط بین قتل آنالیزا ریموندو و اقدام به قتل پل کریستوس آشکار شد. در سال 2004 دادگاه شیلا دولو رو به جرم اقدام به قتل و حمله با سلاح سرد مجرم شناخت. حکم اون 25 سال زندان بدون امکان عفو و آزادی مشروط بود. اما این تازه شروع ماجرا بود. در حالی که شیلا دوران محکومیت خودش رو تو زندان سپری می‌کرد، مقامات ایالت کنتیکت با دقت و وسواس پرونده قتل ریموندو رو پیش بردن. سرانجام وقتی تمام قطعات پازل کنار هم قرار گرفت، پلیس کنتیکت شیلا دولو رو رسما به قتل آنالیزا ریموندو متهم کرد. 2 مدرک غیرقابل انکار اونو به قتل آنالیزا ریموندو گره می‌زد. 1. صدای اون روی نوار تماس پلیس در همون بعد از ظهری که آنالیزا به قتل رسید و 2. نمونه خونی که از سینک دستشویی آپارتمان این آنالیزا گرفته شد که آزمایش دی ثابت کرد متعلق به شیلاست. با این مدارک هیئت منصفه شیلا دولو رو گناهکار شناختن و حکم نهایی 50 سال زندان برای قتل آنالیزا ریموندو بود. طبق رأی دادگاه بعد از پایان 25 سال حبس در زندان بدفورد هیلز نیویورک اون به زندان ایالتی کنتیکت منتقل میشه تا محکومیت 50 سالش شروع بشه. برای شیلا دولو دیگه هیچ راه فراری باقی نمونده بود و اون در حال حاضر باقی عمرش رو تو زندان سپری میکنه. ولی در پایان سوالاتی ایجاد میشه. چطور یه نفر میتونه انقدر بیرحم باشه؟ اگه پل زنده نمیموند، شیلا باز هم گیر میافتاد و این ماجرا تا کجا ادامه پیدا میکرد؟ چرا بعضی‌ها برای به دست آوردن عشق حتی حاضرن آدم بکشن؟ اگه از این پرونده خوشتون اومد، ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو تو کامنت ها بنویسید و کانال لاین اپ رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.